مادرم، ای مادرم، ای مادرم، مادری در زندگی بخت آورم. مهر پاکت را بدیل می پرورم، چون تو هستی تکیه‌گاه و یاورم. سخنهای تبریکاتی را از زبان ستاره سمرقندی که در سفر هستند به مادر جان روانه میکنیم. برای هر یک فرزند گرفتن دعای نیک پدر و مادر بختی بزرگ است. کمینه از آن شدم که زیر دعاهای والدانم به کمال رسیدم و سوی مقصدهای نیک مستحکم قدم میمانم. زیرا هر یک عمل خیرم با دعای آنها آغاز میگردد. حالا درباره مادر جانم گفتنی دارم. مادرم ماهیره یونوسова 10 ایون سال 1952 در شهر سمرقند تولد شدند. زیر نوازش و مهربانی بابایم عبدالحفیظ رحمتов و مادر کلانم مهیا میلیکова تربیت گرفته سال 1959 به صنف یکم مکتب میانه رقم 10 شهر سمرقند قدم ماندند. سال 1969 پس از ختم مکتب با پدرم طالب جان یونوسов به شوهر برآمدند. از سال 1970 تا سال 1975 در ساحه سودا فعالیت بردند. از بس که به ساحه تجارت و سودا شوق داشتند، سال 1975 با تکنیکوم سودا داخل شده سال 1979 ختم کردند. اینچنین در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 3 ناحیه سمرقند کار کردند. در این مدت صاحب 5 نفر فرزند شایسته، الهام، فردوس، نرگس و ستاره بانو گشته آنها را به زمانه مناسب تربیت نمودند. حالا در احاطه 19 نفر نبیره و 23 نفر ابیره های شیرین زندگی دارند. من امروز یادروز آنا جانم 70 سالش ایستادند. یوبیلی آن کس می باشد. آنا جانم 100 ساله شوند. من با بابا جانم و آنا جانم فخر میکنم. آنا جان جانانه قلفک در خانه، آنا جانم خانه باشن خیر و برک خانه. آنا جان خاننگیم دوگه یکی دادیم، آنم اگر پیر شوند من نوری چشمی آنم. بابام بازار برفتن دوت منچوق آوردن، دستی من با کز منچوق من آنم با آونچوق. من بالا نگیید چشمش علا نگیید، من بلبلی این خانه عزیز و ارک آنه. خوشم با اسمم آلم دستم به هینام آلم، تعظیم داده بیایم کلی نکم میگویم. پگاهی بر وقت خیزم دست رویم رو شویم، السلام آنه گویم جانم تصدق گویم. با مادرم سال 2017 ادای سفر حج به مکه و مدینه نصیب گشت. این روزها مادر جانمان زادروز دارند. مادرمان را با این روز مبارکشان از نام خواهر و دادرانمان و شخصا من تبریک کرده میگویم که مادر جان شما بزرگترین محبت من، بزرگترین افتخار من و زن زیباترین در حیات من و خواهر و دادرانمان هستید. الها 100 ساله های دیگر نیز گلی سری سبد معرکه ها و زیبنده و روشن کننده پیشگاه خاندان های هر یکی ما باشد. ما شما را از تحت دل دوست داشته مهنت های شایانتان را قدر میکنیم. من با مادر جانم فخر و افتخار دارم، با پدر جانم مادر جانم. شیری پاکت جسم و جانم مادرم، کمغزار و مهربانم مادرم. به دعایت ناتوانم مادرم، مادری جان خاکی پایت میشوم. ای هوس هم آرمانم مادرم، ای ستونی خاندانم مادرم. به دعایت ناتوانم مادرم، مادری جان خاکی پایت میشوم. در دم پیری از آیت میشوم، دستگیر و جان فدایت میشوم. باز میگویم به صد مهر و وفا، مادری جان خاکی پایت میشوم. مادر جان عزیز، در این شام مبارک شما را صمیمانه از تحت دل از نام همه نبیره ها، داماد، کلین ها، بخصوص از نام جمشیدکه، از نام نبیره هایتان جمال الدین، جمادیل تبریک و تهنیت میکنیم. ما در یاد داریم چه خیلی شما به شهر بروکلین، منهتن، نیوجرسی، کوینز آمده سیاحت کرده بودید. در آن روزها ما با شما خیلی و خیلی هم شاد و مسرور بودیم مادر جان. مادرشم خیلی خاکسار، خیلی به آزار مهربان، نوره پرور هستم.
من بیملومه روز تولدشون که تبریک میکنم. صد به درون به درد و به غم شده نیوراشونا دعا کده گرده. مصرع‌های پرمحتوای شیرین را از زبان لایق شیرعلی به شما هدیه میکنیم مادر جان. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پروازی دراز، مادری مشتی پرم، بال و پرم هدیه توست. خاکساری تو آنقدر مرا کرد بلند که همه قدرتی کیهان گذرم هدیه توست. در راه من همه دم دیده ای تر داشته ای که از آن دیده ای تر شعری ترم هدیه توست. آفریدی تو مرا تازی جهان بهره برم، آفریدی تو مرا تازی جهان بهره برم. بهره بردن زی همه بحر و برم هدیه توست. من به جای تویم ای مادری بر جا مانده، دیده ای روشنی فردا نگرم هدیه توست. مادر جان مهربان، در این یک شام مبارک و فیض بخش شما را از نام فرزندان شیرینتان، از نام خاندان شایستایتی، از نام درگاه الهامکه، از نام خاندان فردوسکه، از نام نرگس جان، از نام ستاره بانو با اهل عائله هایشان، نبیره ها، داماد ها، کیلین ها، عبیره های شیرین صمیمانه تبریک میکنیم. میگوییم که مادر جان عزیز 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. ما شما را خیلی و خیلی هم دوست می‌داریم. آن دختری همسایه برگشتن می‌آید.